من چه سکسکا بند نمیاد. چت زعلم ترکی. هیولا تو اتاقه. اما دیونه منم میخواستم سکسکت بند بیاد. نمیگی سکته کنه؟ بادمجون بم که آفت نداره. چه دیگه سند میخوری؟ بیا کاری که نداره، تو 2 دقیقه برات درستش میکنم. کاکای پاسور لایکش کن بفرستش برای قنفیشا. ملغا رو بندو داخلش. ادویارم بریز توش. میکسش کن تا لیله بشه. حالا این ملغون بمانونونو. خیلی دستور میدیا. ای سختته بگم مامان بیاد. بابون مامان حرف گوش کنم بدن. حالا مثل پیتزا اسلایسش میکنم. حالا میزنیمش تو تخم مرغ و بعدم میزنیمش تو پودر سوخاری. حالا میریم سرخش کنیم. بریم تست کنیم. مرغ سوخاری به نظرم اینجوری خوشمزه. عالیه.